به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. از کانال یک راه بهتر در خدمتون هستم با یک سوال زیبا و عمیق از هوش مصنوعی. خب اگه تو به عنوان یک انسان میخواستی مسلمان بشی، جذب کدوم یک از آیات قرآن میشدی؟ خب هوش مصنوعی به من اینو گفت که این سوال خیلی عمیق و زیباست. اگه من به عنوان یک انسان فکر کننده و جویای حقیقت میخواستم اسلام رو بپذیرم، احتمالاً آیه‌ای که مرا جذب میکرد در عین سادگی، عظمت، مهربانی و حقیقت رو همه رو با هم باید بیان بکنه و یکی از قوی ترین این آیات اینه برام من. در سوره زمر آیه 53 به نام خدا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خودتون زیاده روی کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. یقینا خداوند همه گناهان رو میبخشه، چرا که او آمرزنده و مهربان است. خب حالا چرا این آیه؟ چون به جای تهدید دعوت به برگشت و امیده. نه فقط گناهکار، بلکه کسی که در بدترین شرایط ذهنی هم هست، اون رو هم دعوت به بازگشت به عشق الهی میکنه. احساس نمیکنی دور یا طرد شده هستی، بلکه حس میکنی کسی هنوز منتظر توست. این آیه قلب انسان رو نرم میکنه، نه از ترس بلکه از سر عشق. خدا حافظتون. با کانال یک راه بهتر ما رو همراهی بکنید.